یه خانم دکتر هندیه که بهت یاد میده توی 10 دقیقه درد زانو تو از بین ببری. فرض کنید زانوی سمت راستتون درد میکنه. اول شروع میکنید به ماساژ دادن و تا حرکت هم بیشتر نداره، بالا و پایین شروع میکنید ماساژ دادن. اگر با یه روغن مخصوص هم باشه که خب چه عالی. زانو بزرگترین مفصل بدن. اگه آرتروز داشته باشی هنگام انجام این حرکات و ماساژ درد خیلی خیلی شدیدی داری. بعدش تنها چیزی که نیاز دارین یک حوله دستی رول شده است که میذارید بین زانوتون. پای راست رو میکشین به عقب آروم و فشار میدین و دوباره آزاد. این حرکت رو 10 بار انجام میدین و پای چپ که خم بود رو صاف میکنین. به همین صورت که میبینید پا رو فشار میدین، به آرومی نگه میدارین. این حرکت رو روزی 2 بار، یک بار صبح، یک بار شب و برای هر پا 10 بار انجام میدین. این ویدیو رو بفرست برای همه اونایی که زانو درد دارن و از شدت پا درد رنج میبرن. حتما ویدیو رو سیوش کن که توی شلوغی اینستاگرام گمش نکنی و برای درمان قطعی و بدون بازگشت دردات حتما کلمه درمان رو کامنت کن.